پول رو جدی بگیرن، پول در آوردن. شما وقتی که پول در میاری، ماهیت پول، بگی من به درآمد رسیدم، خیلی از افکار رو خاموش میکنه. خانواده به تو میگه دکتر شو چون پول خوب در بیاری، دکتر مهندس میگه مهندس بشو چون پول خوب. ببین تهش ایزی کار پیدا تارگت پوله. شما اولین کاری که بکنی، اولین کاری که پیدا میکنی، اولین درآمدی که میرسی، خانواده اگر درصد مخالفتش اینجا باشه میاد اینجا، دومین کار میاد اینجا، سومین کار میاد اینجا، و دیگه تا یه جایی که دیگه به تو افتخار چهارم پنجم میگه منم میام به منم عکاسی یاد بده. از اون شرایط پیام‌هایی از پدر و مادرم دارم که به من میگن ما به تو افتخار میکنیم. و اینو من میخواستم. گوره بابای هر کسی که میگه پول به درد نمیخوره. پول خیلی هم به درد میخوره. دروغ میگن، غلط میکنم. وقتی پول داری آبرو داری، وقتی پول داری خونه داری، قوم و خویش داری، وقتی پول داری غیرت داری، وقتی پول داری شرف داری.